создан для тебя. Живу и я под солнцем для тебя. Лишь для тебя. Живу и я под солнцем для тебя. Играя с волнами судьбы, плывем два белых корабля. Надежды, счастья и любви пошлет нам небо в паруса. Мы так хотим в океане мечты остров свой найти. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, цветочные поляны для тебя. Лишь для тебя горят на небе звезды для тебя. Безумный мир наш создан для тебя. Живу и я под солнцем для тебя. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, цветочные поляны для тебя. Лишь для тебя горят на небе звезды для тебя. Безумный мир наш создан для тебя. Живу и я под солнцем для тебя. السلام علیکم دوستان، بیننده ها، تماشابینان عزیزی شبکه شهنان. امروز جمع تبریکات شهنان در دهه آهلیک شهر سمرقند برای تبریک کردن به خاندان اکرمک آمدم که امروز جشن زادروزی صداقت شده ایستاده است. امروز تبریکات را از نام اکرمک، از نام اسدبک فرزند عزیزشان تیار کردیم. همراه شما با هم می‌بینیم، با ما باشید. ما آغاز کردیم، می‌رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، پدر، مادران، خویش و تبار، نزدیکان، همه شما را به این خاندان زیبای سارانم خیر مقدم میگویم. امروز گنرال قینانه جشن زادروزی کیرین مبارک باشد برای شما. و البته برای ما صاحب جشن ما در کار هستند صداقت همراهی اکرمک با قرصک‌ها و نظم تکلیف میکنیم. مرحبا. صداقت زادروز مبارک باشد. روز تولد را، امروز مولود خجسته را برایتان مبارکباد میگوییم. چی فکر میکنیم؟ الان کی اومدیم ما شما را تبریک کنیم؟ البته دیگرشان دیگه قرصک میزنیم. از نام اکرمک، از نام اسدبک خردک و از نام اهل آیلات ها، از نام دختر نازنین که امروز صاحب بخت شده است، شخصا از نام اکرمکم تبریک میگوییم. رحمت برای چنین عائله خوشبخت، برای چنین فرزندهایی که صالح، سالم، صالحه کرده با وی رساندگیتان و البته شب و روز در خدمت خاندان هستید. دعای نیکی سارانه گرفتگیتان بر رحمت. امروز روز خرسندیتان مبارک باشد. سارانه بذارید یاد شما نزدیکتر. انقبلا بید شما یاد شما. مرحبا. اما جان مرحبا. ادرم از دیامکم انقبلا میشوید. امروز روز خرسندی است و صداقت اکرمکم که صحبت کردیم و گفتم که یک تا شعر است، هر بار همه شعر را میخوانیم. امروز هم از نام من خواهم که لایق بزرگ فرمانده است. اگر یابم جوانی ای دوباره، تو را تنها تو را میخواهم و بس. به هر قیمت به هر قسمت که باشد، تو را هرگز نخواهم داد بر کس. اگر یابم جوانی ای دوباره، تو را تنها تو را میخواهم و بس. و میگویم
اگر که چرخ فلک باز برگردد و بیاید و به دنیا همین یک املاک امریکا باید من اوهالیک به دنیا بیام من براسته باور میکنم که مادر من عودش میبراید که اما امریکا رفته زوجی مانده باشم همین کس برای من عروس انتخاب میکنم و در این خصوص میگویم اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست میدارم اگر چرخم بیازارد تو را من دوست میدارم قسم بر کاش و ابرویت قسم بر شعله رویت قسم بر چشم خمارت تو را من دوست میدارم از نام اکرم اکرم شما را تبریک میگویم از نام اسدبک خردکک خدا کند که اسدبک کلام شود و البته با توی نکاحی از رسانات و مانند خودتان یک کلین یک عروس نازنین نصیب کند و شما که چقدر که در خدمت سارانه هستید انامخرین کلین پاشوی شما در خدمت شما باشد امروز از نام اسدبک میگویم مادر تو شعر بهترینی من تو عطری آسمینی من تو ماهی نازنینی من خدای در زمینی من ایا مادر فدایت من بمیرم من برای تو نه آید کس به جای تو همه دنیا نمی ارزد و گرد خاک پای تو ایا مادر فدایت من سارانه پیغمبر خدا فرموده است که من اکرمکم به نزدیک دختر را با وای رساندن و صاحب بخت کردن صداقتایتی پیغمبر خدا فرموده است اگر سه دختر را با نام نیک به خاندان بخت گستر کنید صاحب جنت میشوید بعد پرسیدن دو تا باشد چی دویش را اگر یک تا باشد همون یک و یگانه را صاحب علم کرده با نام نیک صاحب بخت کنید اگر کلیت در جنت از آن شماست امروز شما این وظیفه را از عهده‌اش برآمدید دختر نازنین را به خاندان بخت گستر کرده خدا کند که مانند امروز فقط مهمانی بیاید خاندان شما همین خاندان پر از نبیره شوند بار دیگر شما را تبریک میگویم سارانه تبریک کنیم دختر خاندان مرحبا السلام علیکم مهمانو خداها خیش تبارکا خوش آمدید در گوهی اکرم جان منبع هر قدمکای مونده آمده نوری دیده تاج سر من امروز دیگرگن ترمی من شده استقاد صداقت کردن لیل 120 پتوریان عمرکاشون دراز شود دختره که بروار با کرنه که خوشنود دورد کدش کنیم کرمی نازنینه مهنت سبر مهنت کش بیارن همینکای عزت و حرمت مقداری کرمی دورن خود صداقت کردیم برای کرنی شوه الهی مکر بعد چی من کردی کرنه عزت حرمت کنه چی نیت کنی نیت کش برسر کرنی من ملدیست من اهمی چیزی که کشتگی من نمیبوره من تا مقدر گفتگی من میکنم رحمت کردم با الهی 120 پدوری بچه پیدا پوشم پیرشایی هوا یکای کور کده کردیم یه برای ایرانو کردیم بچه کنونا سال و تنسکار کردیم رحمت حسین جا رحمت شما هزار رحمت اما جان مرحبا السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی لطف فرمایید من از این فرصت استفاده برده مادر عزیزم را با روز زادروزشون از ته دل تبریک و تهنیت می نمایم به شما اولا صحت سلامتی عمر دراز پرمضمون و تمام خوشی های زندگی را تمنا دارم رحمت کلام که ما هم خیلی تربیت داده مانو به وای رسونده یادتون من رحمت کلام دادم که الهی خوش پیر شود شبهای درازی بالین بیخوابی دستت بالای سرم مادر نمیخوابی با اللگوی ها با مهر و با نگاه عمرت خزان شد مادر برای ما دستی دعا میکنی سوی خدا جانی ما را پناه سازی از سر بلا مهرت بدی ای خوش کلام ای خوش نوا جان مادرم تو بهترین تو بی‌بها رحمت سلامت باشم اسدبک الهی ولی جانم صد بدرویم با دو چشم خیربین نوری کوهستان مادرم شعله از آتش پرستان مادرم موج مویهای سفیدت از سفیدی دلت با همه پژمردگیت سامانی بوستان مادرم ای مرادیست رحمت خودی اکرم اکرم تبریک میکنم می مرحبا یک دهن من آمدم که از آمدن از زبان شما تبریک کرده استادم از نبابی صداقت امروز زندگی تبریک بکنیم ایلین ساق باش سلامت باش چی آرزوی هست داری جامعه من خوش آور ایام همه خوش خورسم من باید شما کلام کده و کده گردیم ایلین ساق باش سلامت باش یک سر دعوت رو کسا نشو
هزار رحمت فضلی بابا مرحمت. Assalomu alaykum mehmoni aziz. Xush omadinglar ba dargohi So'ro yangam, Amir qulagam va farzandon Akramjon va Sadoqatov. Bu این روز خورسندیش فقط رو تبریک میکنم. سال باشه حضور نیواره برای اتیتون با همه اکرامجان خوشش کشیدتون. سورا یانگا گفتن که کلنا نبوده. مادر رو چیز نبود کلنا هموات نبود میکنه. صبح باشه سری همینو با سورا یانگا شما یا سلامت باشتم. رحمت سلامت باشم. سوراما قطار کرین ها هستند. کدام از آن سخندان یک تبریک کنم. اوسون را خواهر هستند این را در یک خاندان. برنامه خوابانه ها با رقص اثبات میکنند. حاضر باشند. در اینجا یک گلدسته زیباز از نام اکرمکم خودش را تقدیم میکنم. اکرمکم مرحمت گلدسته را تقدیم میکنیم. زادروز مبارک باشد. و البته در اینجا شیرینی داریم. هم با یک جای شیرینی را میبریم از آن تدبر میکنیم. همه کسی یک جای نزدیکتر میستیم. مرحمت. Льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый, на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения, льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Только лучше, в этом нет сомнений. Ты с годами лучше. رقص می‌دهیم یک جای پس از اون باشد صدقاتی نیت‌ها دارم تشکر دارم برای البته اکرمکم مرحمت. السلام علیکم. خوش آمده همه یکاتون درگاه ما از این فرصت پرقیمت استفاده برده به پدر و مادرم منتدار هستم که مرا به دنیا آوردن من به حیات بخش کردم. بیرلان خطیم الانبکم منتدار هستم که اکرم حیات با آورده حیات من به مضمون و بخت آوردم. الهیم تا دنیا بوده نباشه رحمتی کلام رحمت الهیم 100 ساله باشه و دیمون یک جایه باشه. بگذارم خیلی باشد بگذار با این آیله خوشبخت شما هیچ وقت چشم نرسد. سارانه دعاگوی آنها بلاگردان آنها شما هستید. هیچ وقت کسل نشوید حقیقتا نه شما کسل شدن و سرودهای رقصی با راهبری شما همه جان همه را به رقص تکلیف میکنیم. مرحمت اکنون کلیم پاشته ها به رقص و رقص خرسنده میکنیم. صادروز مبارک. مرحمت. Oy
کنیم چیکار کنیم ناز و رنگیش دارن آها کنیم چیکار کنیم ناز و رنگیش دارن
صداقت‌آیتی را در روز خورسندی زادروزشان تبریک کردیم. همراه شمایان به هم دیدیم، پیشکش کردیم و ما باشد به این خیلی عائله‌های خوشبخت هیچ وقت چشم نرسد و این خیلی عائله‌های خوشبخت زیاده باشند. ما باشد در قسمت شما هستیم. جماعت تبریکاتی شهنان با ما باشد. با شبکه شهنان سلامت باشید.